السلام عليكم جمهور آسف جدا. طبعا احنا جدا سعيدين انا والكادر لانه الحلقات بدات تلاقي اعجاب ومشاهدات، وبدأ يصير عندنا جمهور خاص بآسف جدا. احنا الهدف من البرنامج انه ندعم الابطال والخبراء المهمين بالمجال القتالي والكيوكوشن بشكل خاص لان هي لعبتنا. بدنا نحاول نستضيف خبراء من كل انحاء العالم. اليوم ويانا خبير مهم جدا ورئيس الشورين كيمبو بايران، ونفس الوقت مسؤول الشرق الاوسط عن الشورين كيمبو، رئيس الشيهانات والدبليو كي او اكيد اللي هو الاتحاد العالمي للقتال. اهلا وسهلا بك شيخان صالحي، شرفتنا بالعراق. سلام علیکم، ممنونم که منو دعوت کردید به عراق و میزبان برنامه شما. هاي المره الثانيه جيت بها العراق اعتقد قلت لي. چندین بار اومدم ولی با کارت بار اوله اومدم کارت. بقیهش مال زیارت بوده. اها يعني هاي حصريه، انها هاي خبر حلو انه انت اول مره تجي العراق على مود الكاراتيه. بله اولین بار واسه کارت و خوب خدا رو شکر به زیارتم نصیبمون الحمد شدش. لله. شلون شفت العراق؟ عراق خدا رو شکر تغییرات خیلی خوبی کرده و کاراتش هم کارات خیلی خوبیه. توقع نداشتم بچه کاراتش تو این سطح باشه. الحمد لله. اريد نحكي عن بدايات شيخان صالحي، اول ما كنت طالب، اول يوم رحت تمرنت يمنو، شنو حسيت باول حصه؟ من 1364 به ایران میشه 1985 کاراته رو شروع کردم توسط تشویق مادرم و داییام که توی کاراته بودن که کوشین کار میکردن زیر نظر کانچا شیرزا شروع کردیم و یه ورزش لذت بخش بوده. الان حدوداً از این موضوع یه چیز برای 40 سال 40 خورده سال میگذره. هر روز لباس کاراته تنم بوده و واسم لذت بخش بوده. شلون دعمتك امك؟ يعني خلتك تتجه شلون؟ والدك ليش ما دعمك؟ مادر خودم هم کیوکوشین کار بود، پدرم هم بود ولی پدرم ورزشکار نبود، ولی مادرم خودش کیوکوشین کار بود. قبل از انقلاب جمهوری اسلامی کار میکرد و دیگه موقعی که متأهل شد کار نکرد و خیلی علاقه داشت ما کار کنیم به صورت حرفه‌ای و همیشه تشویقمون میکرد و کنارمون بودش. طبعا هاي مفارقه جدا حلوه انه الوالده كانت لاعبه كيوكوشن. اقدر اعرف شنو حزامها وشلون اكو عندنا ميزه انه بيران، تكون ميزه العفو، انه بيران اللاعبات البنات تعدادهم عالي، مدربات بيهم حتى بيهم شيانات وهانشيات. شنو السر انه الايرانيين او ايرانيات ايرانيين يدعمون الايرانيات وايرانيات يلعبن كيوكوشن؟ احنا نريد نعرف شنو السر انه النساء يمارسن الكيوكوشن مثل والدتك الله يحفظها. ارزم بزرگ مادر من تا کرانده مشکی تو کیوکوشین کار کردن و خب بله خیلی زنها توی ایران دارن فعالیت میکنن، پا به پای مردا مدال آور داریم. دخترها هم خیلی قوی، خانم‌ها خیلی قوی دارن کار میکنن. درست مجزا هستم ولی با قدرت و پشتکار خوبی که دارن تو میدونهای جهانی هم مدال آوری دارن میکنن. يحتاج اذا هالمره اللي جينا لايران نريد الوالده تعطينا حصه تدريبيه. انشالله انشالله. مادرم همین الانش هم مثلا بعضی موقع تو خونه تمرین میکنه و همیشه هم تا همین الان هم که حدودا 60 خورده ای سالشه حامی ما هست، ما رو تشویق میکنه و هر روز برنامه ما رو دنبال میکنه. بنفس الوقت اللي انت بديت جلال بدا وياك؟ بله با خود من شروع کرده و ایشون هم عنوان قهرمانی خیلی زیادی داره. الان هم نایب رئیس من توی شورین کمپو ایرانه و یکی هم مربیای خیلی خوب فنی و سواددار کاراته ایرانه. عظيم. اريد اسالك انه شنو كنت تتهرب من عنده بالتدريب؟ بديت تتمرن شنو كان اكثر شيء ضوجك؟ تدريب او فد تقنيه فد شيء كان يخليك تتهرب من التدريب او يخليك تتعاجز؟ نه هیچ موقع من تمرین رو ول نکردم، کار کردم، قوی کار کردم. اوایلش دوست داشتم مربی باشم که سن کمتری داشتم، همیشه گفتم تمرین کنم مربی باشم، چون یه مقدار کمیته سنگین بود کیوکوشین قدیم، ضربات سنگینی به هم رد و بدل میشد و مثل امروز فنی نبود که دفاع تو بدنها جا بیفته، فقط زد و خورد. ولی خب مثلا علاقه من شدم به کمیته و تمرینای زیاد و تمرینای طاقت فرسا. یا بعضی موقع میخواستم غذا بخورم قاشق به دهنم نمیرسید، انقدر تمرین میکردیم هی میافتاد و لذت بخش بود. الان که مثلا فکر میکنم به اون موقع روزی 8 ساعت 9 ساعت تمرین میکردیم چی جوری بود، الان شاید به 2 ساعت هم نرسه بتونیم تمرین کنیم، ولی اون موقع 8 ساعت 9 ساعت همیشه پشت کار، حالا کار با وزن کیهون زدن، کمیته کار کردن، کیسه زدن بودش و لذت بخش بود. الان هم که همین جوری که میاد با بچه‌ها با همون سختی و تلاش و اینا کار میکنیم، هیچ موقع کاراته واسه من اذیت کننده نبوده، همیشه واسم لذت بخش بوده
و از کار کردن کاراته آزاد عشق و زندگی و همه وجود ما این کاراته کیوکوشین یا کاراته آزاد الان که شورین کمپوه هستش و هیچ موقع ازش خسته نمیشیم. صبح که پا میشیم از خواب با عشق شورین کمپو و کاراته بلند میشیم و شبم که میخوابیم به عشق روز خوبی که بخوایم فردا شروع کنیم میخوابیم. يعني هسه العشق بحياتك بس شورين كامبو، ماكو احد ثاني تعشقه بحياتك عدا شورين كامبو؟ نه توی ورزش خب عشق شورین کمپوه دیگه فعلا. فقط شورین کمپو کمپو. مطمئن جيان؟ بله بله. اوكي. اريد اسالك سؤال، هذا الجيل عندكم هم يفرق عن جيلكم؟ يعني هذا الجيل هم مثلكم ممكن مرات يتعاجز، يكون كسول او التحمل مالته اقل؟ هم عندكم هاي المشكله احنا نعاني من عندها كمدربين؟ نسلی که ما بودیم خیلی بازیکن فنی که تکنیک بزنه کم بودش، ولی نسل جدید اکثر بازیکن‌ها فنی شدن. اون موقع همه قدیمی ها چغر بودن، دست و پای سنگین میزدن، هر کی میافتاد از پا رای میدادن. ولی امروز بازی ها فنی شده، دفاع، ضربه، جابجایی، ساواکیاس و زیبایی کاراته رو امروز میبینیم تو بچه ها. شاید من با اون قدرت بدنی و اینا امروز اگر میخواستم کار کنم با اون مدل تکنیک قدیم امروز جایگاهی نداشتیم توی کاراته خودمون. ولی امروز فنی شده، کاراته خیلی فنی شده، جابجایی زیبا، کاراته زیبا و لذت بخش شده بازی کردن. آسیبا نسبت به قدیم کمتر شده و نمیتونیم بگیم نسلا رو نمیشه هیچ موقع تو هیچ ورزشی نمیشه قبل و بعد و بخوایم چیز کنیم. هر چی میریم بالاتر علم در حال رشده، کاراته مطمئنا در حال رشده و تغییراتی هست توی تکنیک زدن ها، ضربات، بدنسازی، ضربه خوری ها و متفاوته دیگه، فرق میکنه. اون نسل واسه خودش، نسل جدیدم واسه نسل جدیدم سخته و من میگم امروز سخت‌تره کاراته مقام آوردن و عرضم به حضورت قهرمان جهان شدن. يعني حضرتك تقول انه هسه هذا اذا تجيب ميداليه اصعب من قبل، وفنيا اللاعبين هسه طوروا اكثر، يعني اكو اعتقاد خاطئ انه احنا نقارن جيل بجيل برايك؟ ببین نسلی که قدیم بود خب کاراته آزاد یکی سبک بود، 2 تا سبک شد بعد امروز تعداد سبک‌ها بسیار زیاده. قدیم شاید 6 تا 8 تا 9 تا 10 تا بازی میکردی تا قهرمان بشی، ولی امروز با 3 تا بازی 4 تا بازی میتونی قهرمان بشی. من از تکنیک و فنی کاراته میگم امروز کیفیت بازی اون موقع بالاتر بود، تعداد بازی بالاتر بود، ولی امروز بحث فنی فرق میکنه. بحث جابجایی تکنیکا، ضربه زدن و دفاع کردن و بارایی کردن فرق میکنه، خیلی فنی شده. بچه‌ها ظریف‌تر شدن، خوشگل‌تر شده بازی‌ها، ولی تعداد سبکا زیاده. این که نمیتونیم مثلا باید یه سازمانی شکل بگیره به نام مثلا سازمان سبکای آزاد، همه زیر یک پرچم شروع کنن بازی کردن و میتونیم قهرمان واقعی جهان رو معرفی کنیم. وگرنه در این مثلا الان سازمان جهانی WKO که میشه World Community Organization این مسیر رو داره میره که سبکا رو داره جمع کنه، واقعا هم توش مقام آوردن سخته و من خودم افتخار میکنم بچه‌هامون تو اون سازمان حالا سوم میشن، دوم میشن، اول میشن، مدال آوردنشون واقعا واسه من ارزشمنده، چون چندین تا سبک با هم بازی میکنن. ولی یه سری سبکا هستن تکی مسابقات میذارن با 3 تا بازیکن، 3 تا بازی نتیجه میگیریم، 4 تا بازی نتیجه میگیرن. ولی قشنگی کاراته اون موقع بود یه دونه کاراته واحد بودش و با 8 تا 9 تا بازی میومدی قرار باشه. امروز بازی‌ها فنی شده، زیبا شده، ولی تعداد بازی‌ها کمتره و آسیب کمتره، راحت هم قهرمان میشن چون تعداد سبکا زیاده. قهرمان جهان زیاد داریم الان، ولی اینکه بخوایم توی یه جای واحد با چندین تا سبک بخوایم قهرمان بشیم واقعا کمه تو دنیا. الان من واقعا خودم افتخار میکنم و لذت بخشه واسم که WKO رو داریم کار میکنیم و توش مدال آوردن و اینا واقعا مثلا لذت بخشه و بچه‌هامون که مدال میارن بهشون واقعا من افتخار میکنم. شان شنو الفرق برايك بين المدرسه اليابانيه بالكيوكوشين والمدرسه الايرانيه؟ شنو الفرق؟ والمدرسه العراقيه او الروسيه؟ هذين 4 مدارس واي احنا نحكي بهن. تقدر تقول لي الروسيين شنو يفرقون عن الايرانيين عن اليابانيين عن العراقيين؟ ذول الاربع ببین کاراته که یکیه، همه جای ما داریم مشت لگد و حالا سوکیگدان رو میزنیم. توی ژاپن تکرار تکنیکا باعث میشه اینا فنی باشن، تو بدنشون جا بیافته. تو روسیه هم بدنهای قوی دارن، چغری دارن و تکنیکا رو تکرار میکنن، نتیجه میگیره. هر کشوری نسبت به آناتومی بدنشون و
این ژنتیکی که دارن فرق میکنه. حالا ایران قدرتمند و دست و پای خوبی میزنن، رو تکنیک هم دارن کار میکنن. میاد ژاپن تکنیکای خیلی خوبی دارن، بدنای قوی دارن، فکر خوبی دارن. میشه اونجا دیگه مهد کارات هست. بالاخره اونجا گدان هر مدلی بزنن کل دنیا از اونا تقلید میکنن. روسیه هم الان یه قطبیه واسه تو کاراته آزاد. بالاخره دارن تمرین میکنن با ژنتیک خودشون. عراق هم داره کار میکنه با حضور مربی خوبی مثل خودت. اینا الان داره رشد میکنه و اینکه نمیتونیم بگیم کدوم کشور برتره. برتری همه کشورها تو مسابقات مشخص میشه. کشوری که نامبردی کشور صاحب سبکن، هر کشوری با سبک خودش بازی میکنه، با دست فیزیک خودش بازی میکنه. ولی ماها تو خودمون تو ایران هم با فیزیک خودمون، اون تو مسابقات جهانی مشخص میشه کی صاحب قدرته، کی صاحب تکنیکه، کی صاحب ارزم به حضورت حرفی داره واسه گفتن. این قدرت بدنیشون، تکنیکشون مشخص میشه. تو هر 4 سال هم بعضی موقع متفاوته دیگه، عوض میشه قهرمانا. هر کسی که تلاش بیشتری کنه، زحمت بیشتری بکشه، نتیجهش میبینه. ولی خب در مورد این که میگیم کدوم بهتره نمیشه گفت. واقعا تو فقط مسابقات ها میشه اینا رو مشخص کرد. تمام. اريد احكي عن بطولاتك. حضرتك بطل ايران اكيد. برا ايران شلون اخذت بطولات؟ اذا تتذكر البطولات او تسمي لي اياهن، وشلون كنت تفوز؟ شنو كان يميزك؟ ايدك، رجلك، شنو تكنيكك المفضل؟ ازم موضوعتون. خب من از سال 1367 به شروع کردم بازی کردن، یعنی بعد از سال 70 تو رده سنی نونهالان قهرمانی داریم. همینجوری اومدیم نوجوانان، تو جوانان، تو بزرگسالان ایران قهرمان شدم. خب 2004 ماسوشیما مسابقات جهانی رفتیم، تو کشور اسپانیا قهرمان شدم. مسابقات بین‌المللی تو ایران، کشورهای دیگه برگزار شد، خب اول میشدیم، دوم میشدیم، ولی اکثرش خب به قهرمانی بود. آخرین مسابقات همونم که سال 2010 بود تو کشور اسپانیا، مجددا نایب قهرمان جهان شدم و بعد از اون مسابقات گذاشتم کنار تو سن 28 سالگی، به خاطر اینکه داشتم تو عرصه مربیگری هم شرکت میکردم. خب دوست داشتم به قهرمانان بیشتر خدمت کنم و مقام بیارم. موقعی که خودم بازی میکردم کمتر میتونستم به بچه‌ها خدمت کنم. اومدم تو عرصه مربیگری، خدا رو شکر قهرمانای خیلی خوبی دادیم بیرون. شنو اصعب شيء كان بطولة العالم باسبانيا عندك؟ من انقدر تمرین کرده بودم اون روزی که مسابقات اسپانیا رفتم، همه حریفام ایپون کردن و واسم لذت بخش بود. خوب بود چون تمرین کردم، خیلی فشار می آوردم. صبح ظهر شب تمرین بودش و واسم لذت بخش. هیچ سختی نبود، سختی تو تمرینا بود. موقعی که قهرمان جهان شدم واقعا روز راحتی بود. كم نزال فزت وشنو الضربات اللي كنت تتميز بيها؟ فکر ما باشی چودان زیادی پم کردم دیگه، معروف بود. حتى الان بعد ما انت شو رايك؟ ثقيله ما شاء الله. معروف بود، چه تو ایران چه تو مسابقاتی که تو جهانی یا بین‌المللی شرکت کردم. فکر ما شدم بود، همیشه موفق بودم. اکثر بازی‌ها رو ایپم کردم و واسم لذت بخش بود. 7 مسابقه دادم، قهرمان شدم و به نظرم هر کدومش تو 10 ثانیه 15 ثانیه تموم شد. زين شلون السر؟ اريد اسال اليوم اكو هواي لاعبين ومدربين. كمدرب شلون اقوي ايد لواعبي، وكلاعب شلون اقوي ايدي بحيث اضرب واحد اخذ ايبون؟ یه بخشش برمیگرده به ژنتیک و یه بخشش هم برمیگرده به تلاش و پشت کار تمرینایی که میکنی. حالا پتک زدن بود تو کوه و کمر و لاستیک و اینا و بدنسازی که داشت، شنایی که من میرفتیم و اینا و تمرین 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 و اون هدفی که قهرمانی بود بهش میرسیدیم و واقعا کار میشد. کار میکردیم رو دست چپ، خیلی کار میکردم. یه بخش ژنتیکی میشه ولی پشت کار این شدش که این دستا قدرتمند شدش و لذت بخش شد. و تمرین کنیم. حالا از جلوبازی چکشی گرفته، ما چون عضلات بیرون دست زیاد میخوایم، شنای مختلف، جلوبازی، چکشی، بارفیکس، تکرار فتای زیاد و باعث شد این دست انقدر قوی بشه که خیلی راحت. واقعا بعضی موقع‌ها تمرین که میکردم اگر میخورد دنده میشکست، اگر دست بود دسته میشکست، ولی انقدر خوب میزدیم و روش کار کرده بودیم. و اینا همه بچهای خودم میگم، قهرمانای خودم میگم، یا
دوستانم که میگم انسان تمرین کنه، پشت کار داشته باشه، 100% به هدفاش میرسه. و این پشت کاره بودش، تشویقای مادرم، دوستانی که دورم بودن، باز شد موفق بشم. التدريب الزائد عن حده ممكن يؤذي اللاعب ويخلي نتائج سلبية عليه، وشلون اعرف هذا التدريب زائد لو مو زائد عن حده؟ اگه با برنامه باشه 100% اثر مثبت داره، اصلا امکان نداره که تمرین رو بدن اثر منفی داشته باشه، مگه اینکه علمشو نداشته باشی، سوادشو نداشته باشی. 100% اثر منفی داره. ولی موقعی که برنامه نویسی کنی، با برنامه بری جلو، 100% تمرینات اثر مؤثر رو بدن داره. انا بدي اسالك سؤال، انت رحت صرت مدرب، شنو السر اللي خلاك تروح تصير مدرب وتستمر تصير مدرب؟ اكو بطل يقول لك انا ابقى اريد اصير بطل، ليش رحت قبل على التدريب؟ شنو السبب؟ انت قلت انه اريد اروح افيد اللاعبين واوصل اللاعبين، بس اكو بعد سر ثاني دفعك انه تصير مدرب؟ من به همه هدفام توی قهرمانی که میخواستم داشته باشم خب رسیدم. اگه اینکه بخوایم بگیم یه بحثیش اشباع شدن بود، یه بحثیش هم عشق و علاقه به مربیگری بود و واقعا میدیدم شاگردان مقام میارن انگار خودم رو سکو بودم و این واسم لذت بخش بود. قهرمانی رو ول کردم، شروع کردیم با بچه‌ها تمرین کردن. الحمدلله همیشه 80 تا 90% بازیکن‌های تیم ملی سبک آزاد کاراته جمهوری اسلامی ایران شاگردان ما بودن و با هر سبکی هم که اعزام می‌شدن تو مسابقات متفاوت، اینا واسه ما مدال آوری میکردن، واسه پرچم جمهوری اسلامی ایران مدال آوری میکردن و این واسه من لذت بخش بود. میگم هر موقع اینا میرفتن روی سکو انگار من خودم روی سکو قهرمانی بودم. انا سمعت احد طلابك اللي هو بطل عالم ميرداد، حكيت وياه قال انه شيهان صالح كان التدريبات اللي كان يسويها البدنيه هو دي يسوي لنا اياها، وبهاي التدريبات البدنيه جاي ننافس اليابانيين والتايلنديين والروسيين، ناخذ بتايلاند وباليابان نصير ابطال عالم، وهو عنده هواي ميداليات عالميه. اريد اعرف، اعطينا التكنيك، اريد اعرف التكنيك، التدريب نفسه، العفو، التدريب اللي كنت تسويه بدني، التدريبات البدنيه اللي تعتمدها لطلابك، ممكن تعطينا كم تدريب؟ ببین ما تو آکادمی صالحی، حالا که الان شده آکادمی شورینکمپو، این آکادمی صالحی همه مدل تمرین رو میکردیم، یعنی از بدنسازی گرفته، هوازی گرفته، تکنیکای کاراته‌ای شده گرفته انجام بدیم. روزهای زوج مثلا شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ما شروع کنیم با بچه‌ها کیون نکاتا کار کردن، کیون کمیته کار کردن و کیسه زدن. روزهای فردم کار با وزنه بود، حالا تمرینای مخصوص کراسفیت، فیتنس با بچه‌ها کار میکردیم، به خصوص تمرینای هوازی بیا و هوازی بسیار زیاد روشون کار میکردیم. خب بالاخره همیشه بچه‌ها به سمت سوی میرن که مربی خودش کار میکنه. یعنی من خودم شاگردم دست بود، سکه مشدانای خوب بودن، اکثر قهرمانایی هم که با من دارن کار میکنن همه تو این سمت و سو بودن. حتی یه سری قهرمانامون پاکار بودن، اومدن پیش ما شروع کردیم با اینا کار کردن. الان رو دست بیشتر نتیجه میگیرن تا پا. و این بودش که میگم برنامه ریزی که ما تو تمرین‌ها داشتیم خیلی مهمه. شما بدون هدف مربی بره سر کلاس هیچ موقع نمیتونه موفق باشه، ولی ما با هدف میرفتیم. این تمرین‌های کلاس همه مشخصه، برنامه‌ها همه مشخص بود و نتیجه گرفتیم. حالا من بخوام بگم آقا مثلا شما این کارو کن موفق میشی، مطمئنا نیست. شما رو هدفت با برنامه بنویسی، چه عنوانایی رو میخوای، اینو انجام بدی 100% موفقی. و خدا رو شکر ما رو هدفی که داشتیم هیچ موقع به مدالای قهرمان کشور ایران فکر نمی‌کردیم. ما همیشه بودیم بعد مدالای جهانی رو بگیریم، چه تو ژاپن چه تو مسابقات تو کشورهای دیگه مختلف میشه برگزار میشه. و خدا رو شکر به اون هدفی که داشتیم رسیدیم، مدال کسب کردیم. امروز هم قهرمانای خیلی خوبی ساختیم مثل قبل و توی مسابقات آینده‌ای که پیش رو داریم 100% قهرمانای جدیدتری رو نمایی میکنیم. ما شاء الله عليكم. هسه نريد نعوف شيهان صالح حياته نطب على الشورين كيمبو. شنو يعني الشورين كيمبو؟ شو وقت اخذت او اسست الشورين كيمبو بايران؟ ايش قد تعدادكم؟ احكينا عن الشورين كيمبو، السيستم مالته بايران شنو هو؟ حدوداً 8 سال شورینکمپو رو به صورت رسمی تو جمهوری اسلامی ایران شروع کردیم، داریم فعالیت میکنیم. انتخابم از شورینکمپو این بود که اسمش کیوکوشین نیست، چون کیوکوشین واقعا اسمش اشتباه شده و خراب شده. یادمه توی ایران
رفته بودم وزارت ورزش داشتم صحبت میکردم، یکی این دوستان به من گفتش چی کار می‌کنی کیوکوشین؟ گفت دانه چندش میخوای بهت بدم. واقعا خیلی بهم برخورد. حالا از این بحث بگذریم که اسم کیوکوشین انتخاب نکردم. شورینکمپو رئیس سازمان جهانیمون آقای کانچوسیفو واقعا مرد بزرگ، مرد مهربونی و صاحب فن و مدیریت بسیار قوی داره و جوایز خیلی خوبی میده. خدا رو شکر از روزی که با این سازمان آشنا شدیم بچه‌ها دارن مسابقه میدن، با انگیزه بهتری تمرین میکنن. به خاطر جوایز نقدی داره، به خاطر کیفیت بازی که داره، واسه کیفیت برگزاری خوبی که تو مسابقات هستش. این انتخاب من بودش و خیلی هم خوشحالم که تو خانواده شورینکمپو کنار کانچوسیفو دارم کار میکنم و برنامه قوی. خب ما داشتیم سبکای دیگه کار میکردیم، چون برنامه نبود واسه قهرمانا و اعزام‌های رایگان نبود، باعث شد من برم سمت سوی سبک آوردن که بتونم به قهرمانام خدمت بهتری کنم. اعزام‌های رایگان، خب خدا رو شکر هر قولی دادیم، هر وعده‌ای دادیم، تا امروز موفق بودیم، انجامش دادیم و شرمنده قهرمانا نشدیم و به خاطر همین قهرمانا با انگیزه خوبی دارن کنار ما تمرین میکنن. شورينكمبو كايكن صار بإيران وعندك فد قاعة هومبو كلش ضخم، وهاي القاعة أعرف إنه أنت بنيتها وحدك، ما أخذت دعم من أي أحد. شلون بنيت هاي المكان الضخم اللي هسه العالم كله راح يتجون بيه، وحتى هسه عندنا بطولة عالم راح تصير عندك بالهومبو؟ ازم حضورتون، من از دوره جوانی دنبال این بودم همچین خانه‌ای بسازم واسه کاراته و هیچ موقع فکر نمی‌کردم سبک بیارم، ولی دوست داشتم همچین خانه‌ای داشته باشم، بتونم با بچه‌ها تو اونجا اردو بذارم، تمرین کنم کنار هم. و موقعی که سبک آوردیم انگیزه ما واسه ساخت این مجموعه دوچندان شد. شروع کردیم ساختن با چیزایی که تو فکرمون بود، حالا تو رویا میگن، تو هر چیزی. ما اینو شروع کردیم ساختن، از خوابگاه گرفته، از سالن گرم گرفته، سالن کنفرانس گرفته، سالن غذا خوری گرفته و دو جای مسابقات، سالن مسابقات. خدا رو شکر با امکانات روز، با اون چیزی که تو تصورمون بود، تو رویامون بود، خدا رو شکر ساختیم و این کفشه و این همیشه ارتقا پیدا میکنه، بهتر میشه، قشنگتر میشه. الان هم انشالله مسابقه جهانی که پیش رو داریم در 14 آوریل شروع میشه، انشالله ما این سالن جوری آماده میکنیم که همه کشورها و همه قهرمانا که میان شگفت زده بشن. شنو خططك المشتركة ويا شورينكمبو بالعراق؟ هو منو رئيس شورينكمبو بالعراق؟ عرضم بهتون نقشمون تو عراق اینه که ما خب یه مربی دلسوز خب انتخاب شد با شورینکمپو عراق و تیم خیلی خوبی هستن، بچه‌های خیلی خوبی هستن. خب واسه من لذت بخشه که شماها انتخاب شدید با شورینکمپو عراق و انگار شما خانواده خود منید، فرق نمیکنه. عراق و ایران امروز نداره و دست به دست همدیگه میدیم که بتونیم به قهرمانای کاراته آزاد شورینکمپو خدمت کنیم. هر کاری که دست ما در بیاد بر بیاد با شورینکمپو عراق انجام میدیم و ایران و عراق نداره، ما با هم برادریم و میتونیم دست به دست هم دیگه کارهای بسیار بزرگی توی کاراته آزاد انجام بدیم. مسئول شورینکمپو شیان آصف، مربی جوون، گل، مهربون و فنی، خیلی خوبه که با بچه‌ها فنی کار میکنه، خیلی خوب دوست دارمش که با بچه‌ها گرم میگیره، دلسوزانه کنار بچه‌هاست. این واسه من یه افتخار. همیشه به کانچوسیفو هم گفتم، به آیه فرهانی هم که هستن مسئول بین‌الملل سازمان جهانی WKO هستن، بهش گفتم آقا این جوون یه جوون دلسوز و کار درسته، من همه جوره حمایتش میکنم و همه جوره مورد تایید من هستش و واقعا هم خدا رو شکر تا امروز شرمنده حرفایی که زدم و قولایی که دادم به سازمان جهانی نشدم. دلسوزانه داره شورینکمپو عراق کار میکنه. شيهان انا جدا ممنون من عندك على هاي الثقة وعلى هذا الاعتماد، وان شاء الله ما نخيب ظنك ابدا، وانت اخونا صرت واحد من عندنا، وان شاء الله سويا نقدر نصعد الشورينكمبو العراقية ونوصلها. اقدر اليوم اخذ من عندك وعد اللاعبين واللاعبات اللي دي يسمعون، اكيد اذا تمرنوا وشدوا حيلهم نقدر نوديهم لليابان ينافسون ابطال العالم باليابان؟ 100%. اصلا خود کانچوسیفو یه آدمی پای کنار تاتمی کل بازی‌ها رو میبینه
و بازیکنی که شایسته باشه خود کانچوسیفو انتخاب میکنه و هیچ موقع فضا رو بسته نگر نمیداره که قهرمانا پشت در بمونن و حمایت میکنه. فرقی نداره ایران باشه، عراق باشه، لبنان باشه، پاکستان باشه، هر جایی که تلاش باشه، هر جایی که پشت کار داشته باشن، هر جایی که حمایت بخواد کانچوسیفو انجام میده. ولی پشت کار باشه، تمرینا باشه، بچه‌ها بیان فنی بازی کنن. و مطمئنا من و شما هم از آدم ضعیف حمایت نمیکنیم، ولی کانچوسیفو و هم آدم ضعیف هم آدم قوی رو حمایت میکنه. ولی واسه مسابقات جهانی مثل ژاپن، آل ژاپن، مسابقات سراسری ژاپن 100% با بازیکن‌های فنی و درجه یک بیان و این قولو میدم شما اگه با قدرت کار کنی کانچوسیفو 100% تیم عراق رو دعوت میکنه. به خودت تو بانوانتون خوب دارن دست پا میزنن، دیدم قهرمان جهان شدن بچه‌هاتون. تو اردویی هم که تو ایران بود بچه‌هاتون خوب دست پا زدن و ایشالله تو مسابقات جهانی که تو ایران برگزار میشه کانچو مستقیما بازی‌ها رو خودش داره میبینه، شاید اصلا انتخاب کنه دعوت کنه. شنو قصدك بالجوائز النقديه اللي يعطوها بالدبليو كيو او شورين كيمبو؟ ممكن تحكي لنا عنها؟ ببین شورین کمپو یا WKO یه سازمانیه که خود آقای سیفو آدم کارخونه دار و پولداریه، احتیاجی به پول قهرمانا و مربی‌ها و نماینده ها نداره و همیشه جایزه نقدیاش هست. همیشه جایزه نقدی داشته، 1 میلیون ین، 2 میلیون ین به نظرم داشته. جایزه نقدی همیشه هست، یعنی تو مسابقات متفاوت جایزه نقدی داره. و یه خوبی که کانچو داره قهرمانا رو حمایت میکنه. حمایت کانچو رو میتونی تو هومبوها ببینی که اسم قهرمانا رو چوب حک کرده، دور تا دور کلاس زده. یعنی سالهای مختلفی که این سازمان WKO شکل گرفته، کانچو دونه دونه قهرمانایی که مدال آوردن یا کمربند گرفتن و دونه دونه عکسشون رو دور تا دور هومبو زده. و 2 تا هومبو خیلی بزرگ تو تایلند ما داریم، چه لذت بخش و ان شاءالله قهرمانی که برن اونجا خودتون هم حضور پیدا کنید اونجا میبینید چه لذت بخشه که کنار کانچوسیفو کار کردن. شلون اعطينا الفرق بين او اشرح لنا العفو مو الفرق دبليو كي او والشورين كيمبو، ممكن تفهم الشباب والبنات السدي يتابعونه؟ WKO مخفف World Community Organization، یعنی سازمان جهانی مبارزه. سازمان جهانیه که در بر گرفته سبک‌های مختلف توش عضو هستن و میان در قالب مسابقات قهرمانه سبک‌های مختلف که عضو سازمان جهانی WKO هستن تو مسابقات جهانی‌ها شرکت میکنن که رئیسش هم تو جهان کانچوسیفو، در ژاپن کانچو سوگیارا که آدم بزرگیه کانچو سوگیارا و فوق‌العاده فنی، آدم لذت میبره کنار این بزرگوار تمرین کنه. و شورین کمپو یه سبکه که به نام خود کانچوسیفوه، خیلی سبک قوی، قدرتمند و با حمایت کانچوسیفو همیشه از کشورهای خوبی مثل استرالیا، نیوزلند، ایران، عراق، لبنان، کویت، مراکش، اسپانیا، خود ژاپن دارن شورین کمپو رو کار میکنن. کشور زیادی حالا بخوام اول بگیم جاش نیستش و واقعا به عنوان یه سازمان جهانی قدرتمند داره کار میکنه. سایت خوب داره، اسامی قهرمانا هست، برنامه مسابقات ها همه مشخصه و فرقش اینه که شورین کمپو سبک WKO یک سازمان برگزار کننده مسابقات. طبعا اليوم الشورين كيمبو صارت لجنه رسميه بالاتحاد العراقي المركزي للكيوشن كاراتيه بقياده هانش عمار، تحياتنا له. شنو رايك من التقيت بهانش عمار وصار الموضوع رسمي بالاتحاد، واحنا اليوم الاتحاد الايراني والاتحاد العراقي صار عندهم بيناتهم تعاون وبدينا نقدر نسوي معسكرات سويه وانجازات، وبالاخير هسه اكو دعوه حضرتكم وجهتوا لنا ببطوله العالم. اريد رايك عن هذا التعاون وشنو رايك بهانش عمار لما التقيت بيه؟ یکی از قدیمی ترین آدمای کیوکوشینه. خب سالیان قبل ما تو که ماسوشیما با ایشون همکاری داشتیم، تو کشور ایران هم حضور پیدا کرده بود، تیم‌های خوبی می آوردش. خب الانم خیلی خوبه به عنوان رئیس فدراسیون کیوکوشین عراق هستش و سبک‌های آزاد عراق هستش. ما صحبتی که کردیم گفتش ما همه سبک‌ها زیر چتر ما هستن و همه رو یک چشم نگاه می‌کنیم. این خیلی خوبه که فدراسیون جداگونه داره کارات آزاد عراق و اینکه حمایت میشن، همه سبکا با یه چشم دیده میشن. اینکه شورین کمپو هم اومده زیر نظر فدراسیون خیلی خوبه، رسمی داره کار میکنه، با قدرت داره کار میکنه و صحبتایی که با آقای عمار ما داشتیم
این بودش که نگاه مثبتی هم به شورینکمپو داشت، هم شناخت کاملی از کانچوسیفو داشت. گفت آقا من یک تیم قوی قدرتمند راهی مسابقات جهانی شورینکمپو میکنه. چون مسابقات جهانی که تو ایران ما داریم برگزار میکنیم به نام WKO هست، به میزبانی شورینکمپو، و همه سبکایی که عضو سازمان جهانی WKO هستن میتونن توی مسابقات شرکت کنن. حالا از عراق هم ان شیاناسف یک تیم خیلی خوب با زیر نظر خودش با هماهنگی فدراسیون بیاره، ما در خدمتش هستیم. ممنون جدا على هاي الثقة ان شاء الله، وما الخير ظنك لا انت ولا هشام عمار. شان احنا راح نختم وياك المره نريد نتعبك، انت جاي من سفر ويعني انا ادري بيك عندك انشغالات تليفونك ما يسكت، لان بطولة العالم راح تسوي تنظيم شفناها وشفنا الفعاليات ونشوف زيادة تعب. الجوائز راح تقدموها وحسب ما قلت حضرتك انه 32 دولة اكدوا حضورهم. ممكن تسمي لنا كم دولة من ذول 32 دولة اللي اكدوا حضورهم لايران؟ عرضم به حضورتون اگه خسته نیستم کنار شما بودم واسه من لذت بخشه، هیچ خستگی معنا نداره واسه کار کردن. کشورهایی که میخوام بیان همین یه دونه از خود روسیه است، صاحب قدرتن، خیلی خوبن، خودشون سازمان جهانی قدرتمندیه داره میاد. خود عراق که همین الان میزبان شما هستیم بازیکن‌های خیلی خوبی داره، چه تو بخش بانوان چه در بخش آقایون کشور خوبه. خود تایلند که میخواد بیاد، هلند میخواد بیاد، اسپانیا گفته میخوام بیام. این کشورهایی که از خود ایران یه بکشیه به نظر من بین قهرمانای ایران. مسابقاتش بالا 32 تا کشور قول دادن و همشون هم دعوتنامه‌هاشون رو گرفتن، دارن کاراشون رو میکنن. خب ما یه تایمی گذاشتیم همه و مدارکاشون رو واسه ما ارسال کنن تا بیاد. انشالله ما تو اسرع وقت همه دنیا خواهند دید که حالا ما 32 تا کشور گفتیم، انشالله شاید هم بیشتر بشن. حالا از مراکش هست و تونس هست گفتم میایم، ارمنستان، افغانستان. خود افغانی هم واقعا بازیکن‌های خیلی خوبی هستند، قوی هستند، قدرتمندن. تو ایران دارن کار میکنن کنار ما، یا سه‌شون هم تو افغانستان دارن کار میکنن، واقعا قوی هستند. یعنی شما میتونی یه کشوری که بعد ایران مدال زیادی بگیره خب میتونه افغانستان باشه. حالا میخوام بهتون بگم افغانستان هم تیم قدرتمندی میاره توی مسابقات جهانی، پاکستان اینا، ولی خب 4-5 تا همیشه هستن عنوان دارن کشورها. حالا نمیخوام بگم زیاد کدوم کشورها و اینا، چون همه واسه من عزیزن، همه قابل احترامن و میتونه تو این مسابقات شگفتی‌های زیادی باشه. از خود عراق، از خود لبنان، کشوری که اصلا کویت، هر جایی که داره شرکت میکنه. مسابقات خیلی خوبیه، سطح بسیار بالایی داره و انشالله ما میزبان خوبی باشیم، شرمنده شما نباشیم که مسابقه خوب برگزار شه. وهذا عهدنا بك شان، انت رجال لطيف ومضياف احنا نسميك والنعم منك ومن شهامتك. شان احنا نريد ناخذ رايك بآصف جدا، احنا ختمنا الاسئله. شو رايك بآصف جدا وشنو حبيت الاجواء ما حبيتها لحد الان؟ عرضم حضورتون. خب اگه دوست نداشتم اینجا نبودم، همین میدونم بقیه‌اش برنامه خوبی دارید، قهرمانای خوبی دارید. گفتم دلسوزی شما باعث شد که من پشت شما در بیام که انتخاب بشید واسه نماینده شورینکمپو عراق. نه خیلی کسای دیگه بودن درخواست داشتن و میگم دلسوزید واسه قهرمانا، پشت کارت واسه من لذت بخش بود و حمایت کردیم شما نماینده عراق باشی و خیلی هم خوشحالم از این حمایتی که کردم. خیلی ممنون شان جون. فضل. خوش اومدی. اوس.